قیافه اصلی گوست. قیافه اول از همه این که قیافه اصلی گوست، یعنی وسط صورتش یه سوختگی خیلی شدیده که دماغش رو کاملا سوزونده. اگه به ماسکش هم توجه کنین هست، یعنی جای دماغ سوخته روی ماسک هست. دوم جای زخم مار بزرگ تو صورتشه. و سوم اصلا چرا گوست ماسک میذاره؟ به دلیل اینکه کسی نتونه صورتش رو ببینه، اون صورتش سوخته. بریم ویدیوی فکر رو ببینیم. ویدیوی اصلی گوست میگن اصلا قیافه اصلی گوست مثل اینه و کاملا دروغه. چرا؟ چون اصلا این مثل گوست نه جای سوختگیه و نه جای زخم ماراسی. دوستان لطفا زود رد نکنین ویدیو رو و داری حالا که ازش میبینید و لذت میبری حمایت کن تا منم لذت ببرم مثل حمایت تو. این هم چه قیاش انگاری بچه خوشگل، نه جای زخم ماره و نه جای سوختگی درست در صورت سیاه شده. بیشترین شباهتی که به گوست داره این صورته که اصلا گوست وجود خارجی نداره. شما چجوری اومدین واقعا اینا رو میذارین تو پیجتون؟